یه تیکی پرویز بهرام تعریف کنی. اگر برای تو من صحبتی میکنم، امروز من تو را ای سامان گور به گور گوران به لقب دمستاق برداس بوکاس یک شنرال ارشد سپاه خودم لقب میدم. تو توانایی این رو داری که در میان تمامی رقبا با توجه به سن سال کمت و 68 بودنت، یعنی دیگه تقریبا نزدیک 70، یعنی دیگه 68 رو داری تموم، یعنی دیگه داری وارد 70 میشی، یعنی حتی 70 ها هم نمیتونن به توی 68 ها 65 ها و حتی 55 ها. بسیار بسی رنج بردم در این سال 23 چون 23. منظورم اینه که ما در خدمتتون هستیم. پرسید یکی ز من که معشوق تو کیست؟ گفتم که فلانیست. منظور تو چیست؟ بنابراین اومد لب بوم قالیچه تکون داد. شکسپیر در مورد ادبیات ایران میگه یعنی ادبیات ایران سرشار معنی، مفهوم و ریتم و اعتبار. بنابراین میگه شاعر اومد لب بوم قالیچه تکون داد، قالیچه خاک نداشت، خودشو نشون داد. بسیار دوست عزیز خوبم، شاعره گرانقدر، خانم حیدر مریم، ببخشید مریم درزاده و حضور ارزشمند آقای ریوندی، صدا پیشه خوبمون. آقای ریوندی، من با این که نمیبینم تو رو حست میکنم. برو. گفتی تو دلم اول آخر خودتی، از هرچی تو دنیا بهترینش خودتی. خندیدم و زیر لب مکرر گفتم شاهزاده قصه های من خر خودتی.